یکیتیا نویسکار و روزنامه‌وان کرد لی سوریه داخویانیه که درباره گفین گل نویسکار و روزنامه‌وان کرد عنایت دیکو تین کرن بلاف کرد. تده او گف شرمزار کرن او داخوازا راوستاندنا کریارن لدیجی روزنامه‌وان و نویسکار و روشنبیران کرن. ده داخویانیا یکیتیا نویسکار و روزنامه‌وان کرد لی سوریه هاتیه گو او گفین گل سر نویسکار کرد عنایت دیکو تین کرن بخمخواریک مازن دشوپینن. گود دما داویده گف و آخافتنن نخوش جی اندام اوفیسا جیبجی کاریا یکی تیره اینه دیکو هاتن کرن او جیج برنارین و هلوستن وین سیاسی و به طایبت بانگاوی جبو لدارخستنا کنگرکی کردستانی. داخویانی نافوری هر وقت کس کر گو اف گف وکو بردامیه که جی گفین گوتین خوارن لسر نویسکار و روشنبیرن کرد جی سال 2012 دوتانها جی آلیه هنده کسان لسر مال پرنج واقع سویل. یکیتیا نویسکار و روزنامه‌وان کرد لی سوریه سربار کرو گوت گو عنایت دیکو یک جوان کسین روشن بیرن یین کبشی و یکی راست کار کرند 7 سالین بوریده. اونها جی گف لیت خوارنج آلی مافیاتن فیسبوک گوب سر آلین سیاسی ونه جبو فسکرنا نارینه که تایبت لسر جادا کردستانی. ده داویا راپورتا خود یکیتیا نافوری اف گف و کریار شرمزار کرو پشتگیری آخوش نویسکار عنایت دیکو را دیار کرن و بانگ لدزگهن گود وی وارده کار دکن و بوان کریاران رادبن ج آلیگرن پیده و رژیم سوریه گود دف جوان کریاران بردن جبر کو او لپشت کریارن به وی آوای رادوستن.